خانواده بزرگیمونم به خاطر وابستگی شدیدمون به هم دیگه است. به همین خاطر وقتی یکیمون مشکلی داره باید هر کاری که میتونیم براش انجام بدیم. اینطوری پشت سر هم حرف زدن، غیبت کردن یا کارای پنهونی پشت سر هم انجام دادن در شأنمون نیست. اینطور نیست عفت خانم؟ البته زیا خان همینطوره. حق با شماست بابا جون. خدایی که دردو میده انشالله درمونشم میده. ما همین که دعاشون کنیم کافیه. ایشالله. یهو چشم باز میکنی میبینی یه معجزه شده، نوه جدیدمونو بغل گرفتی. ها؟ نظرت چیه عفت خانم؟ هرچی که خیره. انشالله. بفرمایین قهرمان خان. الیف خانم، قهرمان خان اومدن. تو دنبال چی هستی؟ من دنبال چیزی نیستم، فقط چطور پیدامون کردی؟ من پیدا نکردم. چرا این کار قبول کردی؟ بگو چرا این کار قبول کردی؟ به خاطر پول. باشه، پس خوب به حرفم گوش کن. حالا که به خاطر پولتو میگیری، ولی اگه فکر دیگه ای کنی، اگه اینو کس دیگه ای بفهمه، اگه آرامش خانوادم به هم بخوره، با من طرفی. فهمیدی؟ مادرم به تو اعتماد داره. ولی من ندارم. تیرت خورد به هدف مقصود. مشتلق میخوام پسر. چی شده؟ مادر دختره تو زندونه. ردشو پیدا کردی. داری راست میگی؟ آقای خدا. بس را بیا فریم. وایسا مقصود کجا؟ بیا بریم، من تو راه برات میگم. بیا بریم. آخه چی شده؟ بیا دیگه. ببینیم 2 سال گذشته چه فعالیتایی داشتن. بعد با جزئیات بیشتری بررسیشون میکنیم. کرم، گوشت با منه پسر؟ اصلا حواسم نبود دایی، ببخشید. چیزی شده؟ الیف اصلا از فکرم بیرون نمیره. بعد جور اسیرش شدم. به نظرم تو زندگیت کارهای مهمتری داری. مثلا چی دایی؟ شغلت،
اعتبارت، تحصیلاتت، خونوادت، آیندهت. بازم بگم تو داری درست میگی دایی، ولی من که چشمام چیز دیگه رو نمیبینه. پسرم، تو داری از دختری حرف میزنی که فقط یه بار تو عمرت دیدیش، حتی نمیشناسیش. خب میخوام بشناسمش دیگه. من میفهمم تو جوونی، آرزوهایی داری، ولی آیندت مهمتره. میترسی کارامو خوب انجام ندم؟ آره؟ خیلی خوب، حق داری. این روزا اصلا حواس ندارم، اصلا نمیتونم تمرکز کنم. ولی ببین، بهت قول میدم همه چی رو درست میکنم. همیشه بهت اعتماد داشتم، میدونم که رو سیام نمیکنی. منم بهت اعتماد دارم دایی، دارم باهات درد دل میکنم، میگم عاشق الیف شدم. حتی یه ذرم شده منو درک میکنی دیگه. کرم، نمیخوام که تو ناراحت بشی. فقط کافیه به من اعتماد کنی دایی، مطمئنم نتیجهش خیلی خوب میشه. فقط به هم اعتماد کن. والا کارت درسته پسر دایی، دمت گرم. این سرنخو پیدا کردیم، بقیه‌اش دیگه ردیف میشه. خانم الیف، براتون غذا آوردم. خانم الیف، همش فکرم پیش اون دختره، نکنه چیزی لازم داشته باشه. دخترم، من حواسم به همه چی هست، تو اصلا نگران نباش. سیگاری که نبود مامان. اگه عادت بد دیگه ای داشته باشه چی؟ دخترم، گفتم که خودم همه چیزو کنترل میکنم. یواشتر حرف بزن، یه وقت یکی میشنوه ها. مامان، کی میفهمیم که جنین گرفته یا نه؟ فردا قراره بریم پیش دکتر. الیفو برمیدارم میرم، حتما دیگه معلوم میشه. وای خدایا، ایشالله. خیلی به دلم صابون زدم. میترسم مامان اگه اتفاق بدی بیفته نابود میشم. یه چیزی بهت بگم، تو همش تحت تأثیر اون کابوسی هستی که دیدی. یه ترسی به دلم افتاده. نگران نباش، تازه میگن خواب زن چپه. بیا عزیزم. دافنه تو هم که اینجایی؟ میدونستم 2 قهوه درست میکردم. من نمیخوام مرسی. چرا؟ خوابت میپره؟ عفت خانم، من مرادم. بله مراد. ببین، اگه کاری چیزی داشتی حتما به من بگو، باشه؟ میریم با هم میگردیم و خرید میکنیم. به هر حال ما یه خونه بودیم، هممون روزای سختی رو گذروندیم دافنه جون. خانم راستش الیف خانم رفته. چی؟ چطور همچه چیزی ممکنه؟ باشه الان میام. مامان چی شده؟ خلیل زود باش بریم. خیر باشه. تو راه برات میگم، زود باش. یعنی چی شده؟ حالا که به خاطر پولتو میگیری، ولی اگه فکر دیگه ای کنی با من طرفی. مادرم به تو اعتماد داره، ولی من ندارم. آبجی عزیزم، وای عزیزی دلم، خیلی دلم برات تنگ شده بود. منم دلم تنگ شده بود. حالت خوبه؟ خیلی بهترم. تو چطوری؟ من خوبم. چند روزه که ندیدمت، همش صدا تو پای تلفن شنیدم. کار میکنم نازلی جونم. عفت خانم خیلی خستت میکنه؟ نه، به خاطر عفت خانم نیست. خونه‌شون خیلی بزرگه، کاراش تمومی نداره. عفت خانم خیلی زن خوبیه، مگه نه آبجی؟ تو این شرایط به تو کار داد. به منم که میرسه. اینجا دکترها خیلی هوامو دارن. همه چی به خاطر توه عزیزم، واسه این که تو خوب بشی. خب دیگه تو به این چیزا فکر نکن، زود آماده شو بریم. کجا؟ پیش مامان. بریم پیش مامان؟ بله که میری. بیا عزیزم، عزیزم.
زود باش نازلی، یکم عجله کن. چرا؟ برای چی عجله داری؟ آخه همش چند ساعت مرخصی گرفتم. اگه دیر برم حرف میشنوم. باشه بریم. ما به این دختر اعتماد کردیم خلیل، باورش کردیم، با ارزشترین داراییمونو بهش امانت دادیم، اما اون چی کار کرد؟ فرار کرد. اصلا باورم نمیشه. بله کاملا حق دارین خانم، ولی الیف همچین دختری نیست. من سر در نیاوردم. جونم. مامان نگران شدم، اتفاقی که نیفتاده. نه دخترم. واه، آخه واسه چی تو این حرفا رو میزنی؟ وقتی شما اونطوری با عجله رفتین فکر کردم شاید اتفاقی افتاده. یکی از آشناهای قدیمیمون یکم کسالت داره، میرم عیادت اون. باشه مامان جون، خدا شفاش بده. ممنونم. اوه آی ببین اگه بازم میخوای برام آیه یس بخونی اصلا بهت گوش نمیدم. وای مریم، ها من هر چیو که ببینم همونو میگم. خیلی خب بگو ببینم چی میبینی. ببین مریم، شاید همین فردا یا 2-3 روز آینده اتفاق بزرگی بیفته. خیلی بزرگ، ولی یه وقت فکر نکنیم بی اهمیته ها، طوری که انگار دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس مادر زن ما رو اینجا نگه داشتن. دقیقاً همینطوره. ما اینجا چی کار داریم مقصود؟ منتظر میمونیم. منتظر چی میمونیم؟ تا آزادی زنه خیلی مونده ها. ای وای خدایا، چرا نگو پسر دایی؟ مگه این زن این تو نیست؟ الیف کجاست؟ بیرونه. خب این دختر نمیاد به مادرش سر بزنه؟ آها گرفتم. خب باشه، ولی معلوم نیست که دختر کی بیاد. الیف مادرش وابسته است پسر دایی، دلش طاقت نمیاره. یه راهی پیدا میکنه و میاد. اون موقع میافته تو چنگ من. افتاد؟ شجاع. آخه چطور ندیدیش؟ چطور گذاشتی فرار کنه؟ پس تو برای چی اینجایی؟ خاک بر سرت. خانم هیچ ردی نیست، رفته. میتونی بری. اینکه کشورهای خاورمیانه مبادلاتشون رو با روسیه قطع کردن خیلی به نفع ما شد، ولی رقبامون در داخل خارج از کشور دارن از این شرایط استفاده میکنن. روسیه بازار بزرگیه، طبیعیه که همه میخوان واردش بشن. والا منم دلم میخواد. منم دلم میخواد. بله، فکر میکنم اگه با روسا قرارداد ببندیم سود شرکت 40% بیشتر میشه. پس خودمونو برای مذاکره با مسکو آماده کنیم. مسکو؟ کی میریم؟ فعلا قرار نیست جایی بریم. روسا که خودشون اینجا دارن تحقیقات میکنن، به ما هم زنگ زدن. منم فردا یه جلسه ترتیب دادم. تو این کارو به هیچ کس نمیسپاری دایی جون. من تو جلسه شرکت نمیکنم. خب پس کی میره؟ الان نیازی نیست باشه. فعلا بیان صحبت کنن، بگن کیان و چی کار میکنن، بشناسیمشون، بعد رو در رو حرف میزنیم. معذرت میخوام قهرمان خان، عفت خانم تماس گرفتن، فوریه. چیزی شده دایی؟ یعنی اتفاق بدی افتاده؟ اونا بی خیال، ما به کارمون برسیم. باید درباره این روسا تحقیق کنیم، ببینیم تو چند سال گذشته چه سوابق تجاری داره. من انجامش میدم بابا. خوبه. همیشه از روسا خوشم میومد. این کار واسه ماست. فقط میدونی که کار آسونی نیست مگه نه؟ تو هنوز دیتو نشناختی کرم. من مرد روزی سختم. نزدروبیه آچین کرسیوه. الو قهرمان، اتفاق خیلی بدی افتاده پسرم. الیف قیبش زده. یعنی چی؟ نیست دیگه پسرم، فرار کرده. باشه مامان، دارم میام. اومد. خدا الیف پسر دایی، خودشه پسر، ببین اونی هم که باشه خواهرشه. ملاقات کی اومدین؟ ما دخترای سلطان دوغان هستیم.
اینجا منتظر باشین. مادرتون رو تا چند لحظه دیگه میارم. ممنونیم آقا کمال. خیلی سخت اجازه گرفتم. متاسفانه وقتی زیادی نداریم. خواهشاً کوتاه باشه. بریم. وای همینجا دلم گرفت. خدا میدونه سلولا چجورین. مامان خیلی اینجا نمیمونه. خیلی زود از اینجا میاریمش بیرون. بیا بشین خواهر جون. عزیزای دلم، خوشگلای من، دخترای گلم، عزیزم. کنار باسین، جداشین، جداشین. اون مادرمه. الیف آروم باش، آروم باش دخترم، بریم بشینیم. حالت خوبه مامان؟ خوبم. دلم براتون یه ذره شده. ما هم خیلی دلمون برات تنگ شده بود مامان. اینجا مشکلی نداری؟ به چیزی احتیاج داری؟ نه مامان، اگه چیزی هست بهم بگو. عزیزم شما به فکر من نباشین، من خوبم. شما خودتون چی کار میکنین؟ کجا میمونین؟ زنگ زدیم به آقا خلیل. خدا خیرش بده، بهمون کمک کرد، ما رو تنها نذاشت. خواهرم میره سر کار. آقا خلیل منو برده پیش خودش. عفت خانوما که میشناسی، برای اونا کار میکنن. 100,000 مرتبه شکر. نازلی تو چی کار میکنی دخترم؟ هیچی کاری نمیکنم مامان. بعضی وقتا یه نگاهی به درسام میندازم عقب نیفتم. بعضی وقتا هم به خواهرم کمک میکنم. عزیزم حالت چطوره؟ خیلی بهترم. هوای استانبول بهم ساخته. دختر قشنگم. تو نگران ما نباش مامان جون، ما خوبی. ما فقط تو رو کم داریم. خیلی دلم براتون تنگ شده. دایی جواب نمیده. حتما یه اتفاقی افتاده و ما بیخبریم. الو مامان چه خبر؟ عمو قهرمان خونه است؟ نه خونه نیست. چطور مگه؟ مامان بزرگ زنگ زد، اونم با عجله گذاشت رفت. چیزی هم نگفت، نگران شدیم. مامانم با عجله رفت. پس یعنی دوتایشون یه جا رفتن. نگفتن کجا میرن؟ نه دخترم، کسی چیزی نمیدونه. خب دیگه میبینمت، فعلا خداحافظ. چی شده شکرا؟ قهرمانم با عجله گذاشته رفته، به کسی هم حرفی نزده. ای وا، یعنی چی شده که از همه پنهون کرده؟ به زودی گندش در میاد. حالا میبینی از اینجا میای بیرون، آزاد میشی. بچه های اینجا میگن به این آسونی ها از اینجا خلاص نمیشی. گفتن بهتره که به اینجا عادت کنی. نه همچین چیزی نیست. اصلا اونا از کجا میدونن؟ ما یه وکیل خوب گرفتیم آقا کمال. اون پرونده تو پیگیری میکنه. براش تمام قضیه رو توضیح دادم. اون تو رو نجات میده. بازم هممون دور هم جمع میشیم. وکیل؟ دخترم اینا خیلی پول میگیرن. عفت خانم دستش درد نکنه، دلش به رحم اومد، بهمون کمک کرد. خدا از عفت خانم راضی باشه.
ملاقات تمومه. نمیشه یکم دیگه بمونی؟ قانون اینه. میشه یه بار دیگه مامانم رو بغل کنم تو رو؟ نمیشه. پاشو بریم. مگه بغل کنه چی میشه؟ الیف بس دخترم، تو رو خدا زود زود بیاین. باشه مامان میایم. تو از اینجا نجات میدیم، دوباره میای پیش ما، نگران نباش. خیلی دوستتون دارم. ما هم خیلی دوست داریم. ماما 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 نسلی، آبجی، نسلی، آبجی حالت خوبه؟ آبجی تو رو خدا منو نترسون. آبجی کمک کنید، کمک کنید، کسی اینجا نیست، درو باز کنید. الیف خانم. خلیل یه بار دیگه به این دختر زنگ بزن. خاموشه خانم. زنگ بزن پسرم. خاموشه. خوش اومدی. چی شده مامان؟ الیف غیبش زده پسرم، فرار کرده. معلوم بود فرار میکنه. وقتی یه غریبه رو انتخاب میکنی همین میشه. مرادم ندیدتش. این دختر چطوری فرار کرده؟ نه ندیدی. راستش منم نفهمیدم چطوری شد. ای بابا وکیل دیگه چی میگه تو این گیر و دار؟ بفرمایین آقا کمال. الیف پیش شماست؟ یعنی چی از حال رفته؟ شما الان کجایین؟ باشه باشه همین الان میایم. رفته بوده زندان، حالش بد شده. اونجا چی کار داشته؟ پیش مادرش بوده، خواهرش هم اونجاست. مادر این دختره تو زندانه؟ اوف. مامان تو همه اینا رو میدونستی؟ تا دیر نشده بریم دنبال این دختره. من که نفهمیدم اینا 2 ساعته اون تو دارن چی کار میکنن برادر من. یکم صبر کن دیگه پیداشون میشه. آره بس میگی. اینا که اومدن بیرون باید چی کار کنی مقصود؟ اونجا شو دیگه بسپر به من. اون دیگه کار خودمه. تو میدونستی که مامانش تو زندانه؟ میدونستم. پس چرا به هم نگفتی؟ مادرم خواست مگه نه؟ گفتن به کسی حرفی نزنم. منم نگفتم. میتونم کمکتون کنم؟ دارم لباسای نوزاد رو نگاه میکنم. البته واسه هدیه میخواین؟ باردارم. یکم زود خرید شروع کردم. باشه بهتر از اونا شروع کنید. باشه. خواهر جون حالت خوبه؟ خوبم، فقط یکم سرم گیج. خب تو هم خسته شدی دیگه خواهر جون. هم به من میرسی هم به مامان. تازه کار یفت خانم هم هست دیگه، جونی برات نمیمونه. همش حل میشه، تو به این چیزا فکر نکن، ولش کن. من به عفت خانم خبر دادم، چند دقیقه دیگه میان دنبالتون. چرا بدون اینکه به من بگیم بهشون زنگ زدی؟ شما از حال رفته بودین.
نگرانتون شدم. مگه عفت خانم خبر نداشتن که با من تماس گرفتین الیف خانم؟ اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ مگه اینا کیان؟ قهرمان یوروکان. قضیه چیه مقصود؟ خیلی خوب، اگه حاضرین کم کم بریم بیرون. به زودی میرسم. خوبی؟ چیز مهمی نیست قهرمان خانم. باشه، خودمون رسیدگی میکنیم. خیلی ممنونم. اینجا چه خبره پسر؟ این دختره پیش اینا چی کار داره؟ منم نمیدونم پسر دهی، ولی میفهمیم. اصلا با این قهرمان یوروکان حال نمیکنم. تو کجایی دختر؟ این چه کاری بود کردی؟ خیلی نگرانت شدی. اگه بلای سرت میومد چی؟ بارو تو ماشین دختر. دخترم ما یه امانتی دست تو دادیم. تو هم وظیفت اینه ازش خوب مراقبت کنی، فهمیدی؟ فراموش نکن. باشه مامان، تو دیگه برو خونه، من با الیف صحبت میکنم. بیا سوار ماشین شو. الو. سلام زنده ای. امروز با دایی صحبت کردی؟ صبح باهاش حرف زدم. چی شده؟ تو جلسه بودیم که یهو مامان بزرگ زنگ زد. اونم با عجله گذاشت رفت. بعد از اونم ازش خبر نداریم. منم الان نگران شدم. هیچی بهتون نگفت؟ نه نگفت. منم فکر کردم شاید شما خبر داشته باشی. نه کرم. منم الان نگران شدم. شاید خیلی هم مهم نباشه زنده ای. فکر کنم زیادی بزرگش اگه خبردار شدی به منم زنگ بزن. باشه. خداحافظ. خب بگو، گوش میدم. من رفتم پیش مادرم. کار بدی هم نکردم. اگه به خلیل میگفتی اون میبردت. فکر میکنین نگفتم؟ عفت خانم اجازه نداد. گفت از خونه نمیتونی بری بیرون، هیچ کس هم نمیتونی ببینی. معلومه شما از هیچی خبر نداری. خواهرمو که دعوا نمی‌کنن نه؟ نه دخترم نگران نباش. ولی اون که کار بدی نکرده. رفتی ملاقات مامانم. آخه یکم دیر کردین، برای همین نگران شدم. پس الیف اینجا میمونه؟ مثل این که آره. به نظرت اینجا چی کار میکنه؟ چه میدونم پسر دهی، منم نفهمیدم. شاید تو این خونه خدمتکاری چیزی شده باشه، ولی حداقل فهمیدیم که الیف هم اینجا میمونه. آره. این که مادرم تو زندانه، خواهرم مریضه، هیچ کدوم از اینا به شما مربوط نمیشه. میدونم اصلا براتون اهمیتی نداره. فقط بچه براتون مهمه. ما صبح درباره اینا حرف زدیم. اگه این کارو قبول کردی پس مجبوری شرایطمونم قبول کنی. این کار اینجوری نمیشه. مامانم همه چیز منه، خواهرم همه چیز منه قهرمان خان. من نمیتونم بدون اونا زنده بمونم. تازه مگه من برده شما هم که مجبورم تو این 4 دیواری بمونم و پامو از خونه بیرون نذارم؟ کم مونده به پام زنجیر ببندی. هیچ کس قصد همچین کاری نداره. ما فقط به فکر سلامتی تو هستیم. سلامتی بچه؟ من اصلا نمیفهمم. از اولم معلوم بود که میخواد اینطوری بشه.
اگه نمیخواستی برای چی قبول کردی؟ مجبور بودم. میفهمی؟ چاره دیگه ای نداشتم، مجبور بودم. پول وکیل مامانم، خرج بیمارستان نازلی، کسی هم نداشتم که ازش کمک بگیرم. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ کسی که داره غرق میشه به همه جا چنگ میزنه. من داشتم غرق میشدم. شما هم دستمو گرفتی. این کل ماجرا بود. آخه این چه وضعیه برادر من؟ برو اونجا منتظر باش، اینجا منتظر باش. به خدا خسته شدم، میرم بیارمش. باشسا بابا، نمیشه که همینطوری بری تو خونه. شاید اون تو آدم داشته باشه. نمیفهمی پسر، حوصله‌ام سر رفت. از صبح تا حالا علافمون کردن. برادر من، اول باید بفهمیم اونجا چه خبره، بعد سریع دست به کار میشیم. باشه. وقتی ازت پرسیدم چرا بهم نگفتی؟ این که مادرت تو زندانه، این که خواهرت مریضه، چرا نگفتی؟ گفتم. نه نگفتی. گفتی به خاطر پول بوده. بله. شما چه فکری کردین؟ فکر کردین با پولی که ازتون میگیرم میخواستم خونه بخرم یا ماشین؟ کدومش؟ من از عفت خانوم فقط یه چیز خواستم، پول وکیل مامانم و خرج بیمارستان خواهرم. هیچ چیز دیگه ای نخواستم، نمیخوام. فهمیدم. شما نمیتونین منو درک کنین، چون شما اصلا نمیدونین ناچار بودن یعنی چی. همیشه همه چی براتون حی و حاضر بوده. از بیرون اینطوری به نظر میاد. شاید دلیل اینکه حاضر شدم به این کار تن بدم این بوده که چاره ای نداشتم. شما انا رو خوب میشناسی. آدما کمی شبیه انارن. وقتی از بیرون بهشون نگاه میکنی نمیتونی بفهمی که داخلشون چه خبره. البته که هر کسی برای خودش مشکلاتی داره، هم من هم شما. خب دیگه من برم تو اتاقم. الیف، به خلیل میگم شمارمو بهت بده. از این به بعد هر چیزی شد فقط به خودم زنگ بزن. چه کار کردی خلیل؟ نازلی رو رسوندی بیمارستان؟ بله رسوندم. تو یه چند روزی اینجا بمون، به کسی دیگه نسپاری. باشه آقا، رو چشم. آها راستی شمارمو بده بهش. برو چشم میدم. آها الیفو دیدم. تو اونجا چی کار میکنی الیف؟
پناه بر خدا از دست شما. من نمیفهمم آخه واسه چی انقدر شلوغش کردین؟ خب وقتی شما اونطوری هراسون رفتین دلمون شور زد. کی ناخوش احوال شده مامان؟ زن فتحی خان از رفقای قدیمیمون. شما نمیشناسین. وای این حرفا رو حالا ول کنین. شکران یه قهوه برام درست کن، خستگیم در بره. چشم مامان جو. دخترم تو هم 2 لقمه غذا بیار بخورم، خیلی دلم ضعف میره. باشه مامان. تو هم میخوای دافنه جون؟ مرسی عزیزم. مامان جون بفرمایید. ممنونم دخترم. قهرمان امروز کلا با شما بود؟ آره با من بود. چند بار زنگ زدم جواب نداد، نگرانش شدم. دخترم کارای بیمارستان دیگه، از صبح تا حالا خیلی دوندگی داشتیم. دست قهرمان درد نکنه، تمام کارا رو راس و ریز کرد. 1000 جور فکر تو سرم اومد. چه فکرایی؟ گفتم که مامان فکر کردم الیف طوری شده. چیزش نیست، سر راه بهش سر زدم، حالش خیلی هم خوب بود. خدا رو شکر. یه چیزی میخوام بپرسم مامان. شما الیفو از قبل میشناختین؟ مگه چیزی شده؟ نه، همینطوری کنجکاو شدم. من قبلا اونو تو باغ انار دیده بودم. فکر کردم شاید یکی از آشناهاتون باشه. دختر یکی از هم روستاییای ماست. نگران نباش، همه چی رو به راهه. دختر قابل اعتمادیه دیگه مامان. امیدوارم ما رو وسط راه ول نکنه. مگه همچه چیزی میشه؟ اگه اعتماد نداشتم که این کار انجام نمیدادم. زیا خان اومدی افت خانم؟ بله زیا خان اومدم. بیا بریم یه گپی بزنیم. باشه اومدم. بگو ببینم چه خبرها بوده. میگم برات زیا خان، میگم برات. هیچی بابا. زود با شکران یکم عجله کن. آیسل تو این فتحی خانو میشناسی؟ کی؟ فتحی خان دیگه، از آشناهای قدیمی مامانیناست. فتحی خان؟ نمیدونم شکران خانم، یادم نمیاد. فکر نکنم بشناسمش. تو این خونه قدیمی هستی، باید بشناسیش. نه والا، تا حالا اسمشم نشنیده بودم. چطور مگه؟ هیچی، چیزی نیست.